ای خالقی که خدایی را سزایی، و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی. به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را صفای خود ده و قلب ما را ضیاء خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را بکه و مه. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. پروردگارا تو را سپاس میگوییم از اینکه این توفیق رو به حقیر و همراهانم عنایت فرمودی تا پس از طی مسافتی تقریبا طولانی در جمع گرم و پویا و صمیمی و روحانی و معنوی مردم مؤمن این استان و این بخش قصر قند از نزدیک شرف و حضور پیدا کنیم و با جوانان محترم، علمای اعلام، اندیشمندان اسلامی و فرهنگیان و دانشجویان و دانشپژوهان از نزدیک دیدار کنیم. زبان ما یارای سپاس گفتن رو ندارد. امیدواریم که خدای متعال خودش این آمدن رو و این حضور را قبول بفرماید. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس فرخنده روحانی و خجسته رو خدمت برادر بزرگوار همنام سیف من سیوف الله من سیوف الله حضرت خالد، همنام حضرت خالدن جناب آقای خالد بیجارزهی فرزند مرحوم حاج نور محمد، و همچنین خدمت خانواده عروس خانم، خدمت پدر ایشان حاج حسن بیجارزهی و همه اقوام و خیشان. حقا که بسیار زحمت کشیدن، تلاش کردن و پل ارتباطی ما جناب آقای رئیسی که حقیقتا من مدیون ایشونم، که اگر بگم تعداد تلفن‌هایی که ایشون در طی چندین ماه تماس‌هایی گرفتن از مرز 100 می‌گذرد و به کرات و مرات دعوت کردن. مصرانه ما بهانه می آوردیم، وقت نیست، تراکم کاری داریم، عروسی ها پشت سر همدیگره. آخرش گفت آقا داماد قسم یاد کرده که تا خیرشاهی نیاد من داماد نمیشم. من ترسیدم که نکنه این داماد ما خدای نکرده مجرد بمانه و دو مرتبه زنی گیرش نیاد. گفتیم اگر همچه شرطی کرده بالاجبار باید این شرط پذیرفته بشه. بعد من حد دادم که آقای رئیسی این رو بهانه کرده، شاید خودش میخواد، ولی جناب مولانا عبدالوهاب الان خودشون فرمودن که بله ایشون چنین شرطی کردن و 7 ماهه که منتظرن تا چنین مراسمی بگیرن. من واقعا مشتاقم پیشانی این داماد رو ببوسم، نه به خاطر این که منتظر من بوده، بلکه به خاطر این که چنین مجلسی رو، چنین جمعی رو در روز نخست و در اولین شب زندگی خیش در مسجد، در بهترین اماکن، بهترین بندگان رو مشغول بهترین عمل کرده است و در رأس همه خدا و رسول راضی کرده است. هم از ایشون و هم از آقای رئیسی و هم از بانیان و برگزار کنندگان و علمای اعلام و اندیشمندان جامعه ما که حضور فعال دارند، از جناب مفتی عبدالغنی رئیسی که زحمت کشیدن، فرودگاه استقبال حقیر تشریف آورده بودن و تا اکنون همراه من هستند. بعضی از علما رو اسم نوشتم، جناب مولوی ارجمندی، مولوی لال محمد، جناب مولانا فضل الله، مولوی احمد رئیسی، مولانا عبدالوهاب که از انزا تشریف آوردن و سایر علما که با اسامی بزرگوارشون آشنا نیستم واقعا قدم رنجه فرمودن و در محضر این بزرگوارا صحبت کردن گستاخی است.
و دست پا میلرزه واقعا در حضور این علما. ولی که میگن یک زمانی چون که عروسی هست، یک مولوی رفت برای پیش نمازی، دید پشت سرش زیادن علما. به یکی از مولویایی که خیلی دوست بود باش گفت که من میرم جلو میشم، ولی اگر احیانا اشتباهی از من صورت گرفت در آیات و قرآن، یک سرفه‌ای بکن، به قول شما یک جکگی بزن که متوجه بشم که من دارم اشتباه میخونم. گفت اشکال نداره. رفت جلو، این شروع کرد به سوره قاف. گفت قاف. این سامعش سرما خورده بود، بدون اراده سرفه آمد. امام فکر کرد که داره اشتباه میکنه، گفت قوف. این بار دیگه عمدن سرفه کرد که داره اشتباه میخونی، برگرد. گفت قیف. بعد دیگه خندید، گفت بابا این قاف و قوف چیه؟ نماز همه رو فاسد کرد. امیدوارم علما اگر احیانا ما مرتکب اشتباهی شدی با سرفه ما رو متوجه کنن انشاءالله. از نظر همه بزرگوارا پوزش میطلبم. و اما صحبت جوانان است و باور بفرمایید فقط به خاطر جوانها و به خاطر این قشر عظیم و بالنده مسافرت میکنیم. عروسی‌های اسلامی پشت سر هم دیگر، هفتمین استانه که بنده در امسال فقط اول سال 86 شرف حضور پیدا کردم توی مراسم اسلامی. از علما معذرت میخوام چون که دوست دارم با جوانها جوانی صحبت بکنیم و اگر اساءه ادب میشه با بزرگواری خودشون ببخشن. بسیاری از جوانها شاید سوال بکنن که عروسی اسلامی چه معنایی داره. من امروز صبح که از تهران بالاخره حرکت کرده بودم با یه آقایی، می آمدم فرودگاه، گفتن شما بلوچستانی هستی؟ گفتم خیر، لباس من لباس ملت بلوچ هست چون که این لباس سنت ماست، سنت پیغمبر ماست. گفت پس برای چی میری اونجا؟ گفتم میخوام برم برای عروسی اسلامی. گفت عروسی اسلامی؟ مگه ما عروسی غیر اسلامی هم داریم؟ گفتم ماشاءالله کم نه، تو یک عروسی اسلامی پیدا کن. گفت مگه عروسی اسلامی چطوره که عروسی های ما غیر اسلامی است؟ گفتم عروسی اسلامی اینه که ما الان میریم مستقیم داخل مسجد. گفت داخل مسجد که مردم نماز میخونن، تازه به نماز هم نمیان جوونا، شما میرین عروسی برگزار میکنید تو مسجد؟ گفتم بله. اتفاقا تنها این نیست که ابتدای مراسم ما هم با آیات قرآن شروع میشه. گفت اگر من اونجا میبودم به داماد تسلیه درز میکردم به جای تبریک. گفتم همینه دیگه، من که دیگه شما عروسی اسلامی ندیدید غیر اسلامی دارید، همینه. گفت بعد چه کار میکنید؟ بعد که حتما میاد چند نفر میخونن میرقصن تو مسجد که صلاح نیست. گفتم نه، خوندن است ولی رقصیدن نیست. یکی از علما صحبت میکنه، بنده میرم اونجا سخنرانی بکنم. اینقدر این آقا حیرتش زده بود که من ترسیدم اگر 2 دقیقه ادامه بدم و مراسم عروسی اسلامی رو تشریح بکنم سکته میکرد پشتم ترمون میمرد که این عروسی دیگه چیه؟ عروسی اسلامی با این مراسم با این وضعیات. بله عروسی اسلامی است، عروسی که خدا و رسول راضی بشه، عروسی که همه ناراض بشن خدا و رسول راضی باشن، عروسی که دیگران طعنه بزنن با آقای خالد اما خدا و رسول مبارک باد بگن، عروسی که خالد ابن ولید امروز بنازد، عمر فاروق ببالد و امشب شب عروسی خالد نیست بلکه جمله سرخیل ملائک در سما شادی کنن. باور کنید فرشته ها همه میرقصن. امشب شب شور و ولوله و هلهله و سر و صدا در آسمان هاست. امشب شب جشن رسول الله است. حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله در 1 ماه گذشته عروسی اسلامی در زاهدان بود، بنده رفتم اونجا برای سخنرانی. حضرت شیخ الاسلام تشریف آوردن تو مجلس. بعد از من ایشون صحبت کردن، گفتن مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه میفرمودن که زمانی که ما در دیوبند درس میخوندیم یک جوونی عروسی گرفته بود غیر اسلامی با ساز و ارکستر و موسیقی ها و غنا و این مسائل. پدرش انسان صوفی مؤمن نمازگزار متحجب تهجد گزار.
هرچه به پسرش گفت که عروسی تو اسلامی بگی خدا و رسول رو ناراض نکنی، گفت ای مگه میشه؟ دوستام همه ناراحت بشن به من طعنه بزنن که این چه عروسی بود، این که به عزا بیشتر شبیه بود تا به عروسی. من نمیتونم، من قول دادم سر عروسی بچه ها رقصیدم، خواهرم بردن سر عروسی ها رقصیده، امشب باید دخترها اونها بیان سر عروسی من برقصن. من چندین لیتر شراب برای دیگران خریدم، امشب نباید دیگران برام شراب بخرن برای مجلسم. هرچه گفت باباش نصیحتش کرد گوشش بدهکار نبود. گفت پس اشکال نداره، ما 2 تا مجلس عروسی میگیریم، تو غیر اسلامی بگیر، من اسلامی تو مسجد میگیرم. من علما، عظما، نخبگان، اهل قلم، اهل فن، جوانهای نمازگزار مثل این جوانها رو جمع میکنم، تو برو هرچی که دلت میخواد جمع کن. گفت اشکال نداره بابا، خط من و تو جداست، تو اون ور جو من این ور جو، تو کار خودت بکن من کار خودم. مولانا الیاس رحمت الله علیه جزو مدعوین و مهمانان بود. آمد پیش پدر، گفت پدرم کو شاه داماد، میخوام داماد رو ببینیم، مثل این داماد ما اینجا نشسته. گفت جناب مولانا داماد رو برش کن. گفت نه، میخوام بهش تبریک بگم. مولانا خبر نداشت گویا. پدر را داشت تفریح میرفت، آخر گفت چیه؟ گفت راستشو میخوای؟ پسرم تو مجلس شرابخوارا مست نشه و معتاده، خماره، تو این دنیا نیست. گفت صداش کن بیاد، من میخوام بهش تبریک بگم. گفت نمیاد. گفت منو ببر پیشش، منو ببر پیشش. رفت پیشون، داماد دید تو این عالم نیست، ریلکس به اصطلاح جوانها، موها کف زده آلمانی، ریشم 7 تیغه، قلمم آرایشم 7 قلم آرایش. آمد جلو مولانا پیشانیشو بوسید، گفت جوان عزیز به تبریک میگم. باباش دست مولانا گرفت، گفت این داری تبریک میگی؟ گفت اجازه بده. گفت امشب همه رو خوشحال کردی، جوانها خوشحالند، رقاصه ها خوشحالند، شراب و کباب و ربابم گرمه، همه خوشحالند، تبریک میگم بهت، ولی تسلیت میگم چون که امشب روح نازنین رسول الله بیماره. امشب همه میخندن اما محمد میگرید، امشب همه میبارن اما عمر زخمیست. عثمانی که در قرآن عظیم و شان شهید شد امروز بر تو لعنت میفرستد. امروز رسول الله ناراضه، همه رو خوشحال کردی اما خدای متعال رو ناراض کردی. ای جوان از خدا بترس، از خدا بترس، همه رو ناراض کن و خدا را راضی. که لهجه مردی که دارد بوی دوست، امتی را می کشد تا کوی دوست. مولانا دعا کردن و این جوان کلام مرد حق توی قلب و روح و روان انسان ها تأثیر میذاره. این جوان شروع کرد به گریه کردن و مجلسشو تعطیل کرد و خودش آمد غسل کرد و در مجلس اسلامی شرکت کرد. جوانا امشب مطمئن باشید روح رسول الله راضی است، بسه، کافی است. جوانها طعنه نزنید، جوانها باید یاد بگیریم. به والله قسم یاد میکنم در همین سال در یکی از مراسم من همه جا گفتم، یک جوونی منو دعوت کرد برای عروسیش، من عذر بهانه می آوردم، گفت فلان تو این منطقه میای یه شبم بیا اینجا. گفتم اشکال نداره میام. فردا شبش زنگ زد که جناب مولوی نیا. گفتم چی شد؟ تو که خیلی راضی بودی من بیام. چرا؟ گفت بچه ها گفتن تو یه بار میخواد تو عمرت داماد بشی، اون یه بار هم میخوای عزا بگیری، تو مسجد بگیری، با سخنرانی بگیری، گریه بکنن مردم. گفتم عزیزم حرف یک شب نیست، یک شب 1000 شب نمیشه، ولی بحث اینه که امشب تو میخوای شالوده و بنا و اساس زندگی تو پای ریزی بکنی با گناه و معصیت، با پیشی به ریشه دین اسلام زدن، یا با کلام خدا
و با حضور علما و با حضور فرشتگان. گفت پس بیا عروسیم، هفته آینده شب جمعه هست. گفتم میام. فردا شبش 2 مرتبه زنگ زد که الو مولوی نیا. چی شد؟ گفت بچه ها نمیذارن منو آرام راحت نمیذارن. گفتم اشکال نداره، مقدار نصیحتش کردم. گفت پس بیا. فردا شبش باز زنگ زد که نیا. گفتم چه خبره؟ حب برو بیا خوردی تو؟ مریضی تو؟ روانی؟ چی شده تو رو؟ گفت نه هیچم نیست، پیش تو میام تحت تاثیر قرار میگیرم، پیش جوونا میرم. گفتم پس بعد من به این عروسی بیام. 2 شب بیا نیا، بالاخره نیا غالب شد که نیا. گفتم مشکل نیست، ما به زور سر عروسی کسی نمیریم، تازه بعد وقت بگیریم. شب عروسی گذشت، صبحش باباش زنگ زد که فلانی بیا. گفتم دیگه به حرفتون نمیکنم، چه خبرتونه مگر؟ گفت نه به عروسی پسرم نیامدی، تو رو خدا به تعزیهش بیا. گفتم چی شده مگر؟ گفت دیشب شب دامادی پسرم بود، جوانهای لات و الواب جمع شده بودن، تا ساعت 12 شب زدن و رقصیدن. آخر جنگ و دعوا موقع عروسکشون حرکت کردن چندین ماشین و موتور پشت سر همدیگر، تیلی میاد روی ماشین عروس داماد، عروس و داماد جفتشون در یک لحظه پرس میشن و از دنیا میرن. خیلی متاسف شدم، واقعا متحول شدم که خدایا چه خواهد شد، چه جوابی خواهیم داد پیش خدا و رسول، چه جوابی خواهیم داد. و اگر به همین وضعیت بمیریم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم چه جوابی خواهیم داشت. جوونا میدونی بلوچستان چرا میام؟ بلوچستان نیازی نداره، باور کنید، اینا همه علمان، ولیکن بوی معنوی و عرفانی و روحانی شیخ بزرگوارم حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه می آید. ما و شما، ما و مجنون همسبق بودیم در دیوان عشق، من و شما همسبقیم. جا داشت امشب صحبت عارفانی میکردیم از عرفان، ولیکن خودم و لایقی اون قضیه نمیبینم. با این مقدمه تقریبا طولانی جوانها خسته نشن، ما خسته نشدیم، از چندین هزار کیلومتر راه آمدیم. امیدواریم شما هم خسته نباشید و خسته نشید، چون که از عوامل فساد و فتنه در دنیاست. عصری که ما در اون زندگی میکنیم بدون تردید عصر پیشرفته، عصر صنعت و تکنولوژی است. بشریت امروزی بر کرسی اختراع و اکتشاف نشسته و روز به روز داره رشد و نمو میکنه و کمتر روزی پیدا میشه که پرده از یک اکتشاف و اختراع جدیدی بر ندارند. اما قبول بکنید، فکر کردید تا به حال که ما در عرصه دنیا و صنعت دنیوی هر چی داریم بالا میریم، امکانات ما رو به رشده، اما در عرصه اخلاق، در عرصه معنویت، در عرصه دینداری سیر قهقرایی و عقبگرد رو شروع کردیم؟ آیا فکر کردید که ما داریم روز به روز امکانات ما بالا میره، خورد و خوراک و وسایل آسایش و رفاه ما گسترده تر میشه، اما در عرصه اخلاق و دین روز به روز داریم بدتر میشیم. فساد به اوج خودش رسیده، بی‌حجابی، شراب، اعتیاد، بدچشمی، چشم و همچشمی و رقابت ها، عروسی های غیر اسلامی، موسیقی ها، ساز و ارکستر ها، نوارهای مبتذل، فیلم های سیکس و اوریان و سوپر و ارسال خدمتش لادینی تو جامعه داره بیداد میکنه. و جالب اینجاست هر جا مجلسی هم که گرفته میشه همه سعی میکنن لغات ادبی رو به کار ببرن، بنشینن بگن وای 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 جامعه چقدر خراب شده. همه جا اینطوریست. آقایون 5 نفر که دور هم میشینن دست رو دست میزنن که وای وای جامعه خراب شده، دنیا رو فساد گرفته، حیا و شرم رفته، عفت از میان جامعه رخت بربسته، همه جا صحبته. اما کسی به فکر چاره نیست، کسی به فکر درمان نیست. مثل اینه که مریضی
به حالت احتضار رسیده، داره جون میده، همه بنشینه میگه وای 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 این بیچاره چطور مریض داره میمیره. آیا کسی همچین کار رو میکنه؟ یا مثل این میمونه که خانه کسی آتش بگیره، این آقا بنشینه میگه وای وای خانه‌ام آتش گرفت. آیا همچین کار رو میکنه؟ یا بلافاصله بیل و نمیدونم آتش نشانی و فلانی برمیداره که خاموشش بکنه آتش رو. امروز جامعه ما آتش گرفته، فساد بیداد، جنایت به نهایت، کفر شقاق به غایت، الواطی و بی‌حجابی به کثرت، اما کسی نیست به فکر چاره بشه. چه کار کنیم؟ دنبال علاج باشیم جوونا. الحمدلله شما تو بلوچستانید، باز هم خدا رو شکر کنید، ولی تو جوامع بزرگ، شهرهای بزرگ باویلاست. آیا شما برای اینجا خلق شدید؟ آی جوان قطرقندی، آی جوان حمیری، آی جوان بلوچستانی، آی جوان محترم، این وظیفه من نیست، وظیفه تنها این علما نیست، وظیفه تک تک ماست. بیایید عوامل و علل و اسباب و انگیزه های فساد رو شناسایی و سپس در نطفه خفه بکنیم. این وظیفه ماست. می رویم به دانشگاه یکی از اصحاب بزرگ، فقیه اصحاب، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، چه می فرماید؟ ستتون تفشی الفساد فی الارض او فی الدنیا. 6 عامل بزرگ جزء عوامل فساد در دنیاست. باور بکنید شبی که پریشب که قرار بود بیام، آقای رئیسی زنگ زد که ساعت 4:30 صبح، دیروز ما در واقع پرواز داشتیم نشد، با خود گفتم که هیچ موضوعی آماده نکردم، کتابو باز کردم، حدیث عبدالله بن مسعود آمد جلوی روم. گفتم چقدر فال نیک. عبدالله بن مسعود افقه الصحابه است. به قول حضرت عمر رضی الله عنه کنیف ملئ علما، کپاتی که پر از علم بود، کیسه‌ای که پر از علم بود. میفرماید 6 عامل. ببخشید اگر من میتونستم به زبان خودتون صحبت میکنم راحت بلوچی صحبت میکردم، ولی که معذرت میخوام اگر سرحدی میبودید گوش ما بلوچی برداتون، ولی بالاخره سرحدی فقط بلوچی سرحدی رو بردم. ستتون تفشی الفساد فی الارض. 6 عامل جزء عوامل فساده. جوانها صحبتم با شماست، معتمدین اولیا صحبتم با شماست که اینها باید شناسایی بشه. فقط این 6 تا نیست، زیادن، ولی این 6 تا جزء عوامل بزرگه، بت‌های بزرگه، اهریمن‌های کبیره که باید شناسایی و سپس چطور اینها رو خنثی بکنیم. چیه؟ حضرت عبدالله بن مسعود میفرماید: 1. خروج النساء الى السوق متبرجات. 1. خروج زنان مسلمان به طرف بازارها به حالت زینت و آرایش. این یکی از عوامل گسترش فساد در جامعه اسلامی است. آیا هست یا نیست؟ آیا ما قرآن نداریم؟ خواهران خونسن گوش بدن و برادران: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. آیا قرآن به صراحت دستور ندادن که زن باید تو خانه بنشینه و حجاب اسلامی رو رعایت بکنه؟ پس چی شده؟ امروز هر چه به بی حجابی است ما مسلماناست. حجاب مال زنه، حجاب عفت زنه، حجاب حیای زنه. در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. زلف خود از روسری بیرون نریز، در مسیر چشمها افسون نریز. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست، پوشش عریان رنگارنگ چیست. خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شعر لجبازی مکن. خواهرم ای ساکن ایران زمین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین. نگاه بکن قطبه تو عایشه صدیقه باشه، نظام لس آنجلسی آمریکایی. قطبه من و شما حضرت فاطمه باشه که زمانی که از دنیا میره وصیتش همینه که ای علی منو شب دفن کن، به کسی هم خبر نکن زمانی که بخوای منو دفن بکنی. دلیل چیه؟ بعضی ها میگن چون که ابوبکر خبر نشه. نعوذ بالله، کذب است و بهتان و افترا. نه، فقط به خاطر اینه که ای علی
در حیاتم کسی گوشه چادرم رو نبینه، بعد از وفاتم کسی گوشه کفنم رو نبینه. این حیا درس فاطمه اینه، درس فاطمه اینه. خواهرم فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطابت، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. امروز متاسفانه دنیای غرب بوقهای تبلیغاتی به دست گرفتن بر علیه اسلام که آقا زن رو در 4 دیواری زندانی کردن، زن چه معنا داره، زن مگر انسان نیست، زن نباید احساس موجودیت بکنه. تعدادی از مسلمانای سادله ما هم قبول کرده. های به خدا قسم اونها هدفشون و انگیزهشون به تاراج گذاشتن و به حراج گذاشتن حیثیت نوامیس مسلمان هاست. اونها میخوان دخترای مسلمان رو تو خیابونا بریزن، از این طرف هم ارضا و غرایز جنسی بکنن، هم این که هویت مسلمان رو نابود بکنن. اسلام میگه زن مال توست، تعبیر اسلامی اینه، میگه آرایش زن تو خانه برای شوهر. اما امروز جامعه متمدن و پیشرفته میگه نه، زنم باید تو خیابون باید آرایش بکنه، زنم باید ماتیکشو، سرخابشو، فرموشو، پودر رنگیشو باید تو کوچه و خیابون استفاده بکنه. این تعبیر دنیای متمدن امروزی است. آن ننگ بشر بین که زند دمز تجدد، اوریان بنموده از شهیدان حیوان به در خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد، بنموده به تقلید غلط پیروی از مد. این از تمدن که کنون رایج باب است. تمدن امروزی اینه. زن تا زمانی که تو خونه هست کثیفترین و کهنه‌ترین و پیونددارترین لباس میپوشه، اصلا برای شوهر معنایی نداره. فقط کارت عروسی بیاد که خواهر فلانی با خانواده دعوته، ماشاءالله که لباسه که تو صندوقات میاد بیرون. این واقعا افت داره. بعضی اوقات طوری میشه باور کنید جوونا خودشون آمده ما میگن وقتی که زن ما بیرون میره، اگر خود ما تو خیابون باش نباشیم از یک جایی ببینیمش، اصلا زن خود ما رو نمیشناسیم. این همون زن تو خونه است، این همونه که با گوسفندها و با لباس که گوسفند رو میدوشید و گاو رو غذا میداد و فلان رو به همون میاد پیشم. حالا ماشاءالله 7 رنگ لباس پوشیده، بهترین ماتیک، بهترین سرخاب. های رسول الله چی میفرماید؟ صنفان من امتی من اهل النار لم ارهما. 2 گروه از امت من هستن که جزو جهنمی ها هستن و من ندیدمشون. گوش بده، من ندیدم، ولی تو آخر زمان میاد این 2 گروه جهنمی است. یکی اولشو کار نداریم. 2 نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال. زنایی که پوشیده‌اند لختن، پوشیده‌اند لختن. صحابه نمیفهمیدن پوشیده‌اند لختن یعنی چه، ولی جوان قرن 21 خوب میفهمه. امروز جامعه قرن 21 خوب میفهمن که پوشیده‌اند، لباس ظاهر پوشیده ولی اینقدر نازکه یا اینقدر تنگ و فشرده است که از لختن بدتره. ممیلات و مائلات، خودشون میل میکنن جوونا رو جذب میکنن. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. زمان پیغمبر نبوده، علما زمان پیغمبر بوده، موها رو کهان مانند میکردن، الان دارن میکنن، پیغمبر پیش بینی کردن. های خواهر بلوچ، های خواهر سنی، تا دیروز غیرت ما برداشت نمی‌کرد گوشه چادر مادر من تو رو کسی ببینه. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! مسلمان! نعره تکبیر! ولی امروز چه شده؟ امروز چه شده؟ این دیو اهریمن آمده تو خونه ها. این فیلم های سیکس و مبتذل، حتی فیلم های ارسلت خدمت شما سینمایی و سیدی هایی که میان جامعه هست، حیثیت رو از زنان ما گرفته. به خدا قسم همین امروز یکی 2 تا از برادران سنی خود ما رو، بلوچ ما رو دیدیم تو تهران. صداش کردم گفتم عزیزم تو رو خدا یا لباس بلوچی رو در بیار از تنه
یا حجابت اسلامی بکن. ما بلوچ بی حجاب ندیده بودیم. گریه کردم جلوش، گفتم حیثیت ما رو لکه‌دار نکن. تو جامعه خود ما حجاب میکنه، بیرون که میره حجاب رو برمیاره. عجیب و عبطی بود. گریم گرفت، از جلوی سر روسری رو کشیده عقب، از پشت سرم روسری داده بالا، فقط مثل یه نخ تو سرش. گفتم واقعا حیف اون خون علمایی که برای شما ریخته شد، حیف اون عشقهایی که مولانا محمد عمر برای من تو ریخت. صداش کردم، باش نشستم. از کجایی؟ گفت اسمشو نمیگم. گفتم حیف خون مولانا عبدالملک، حیف خون مولانا نعمت الله، حیف عشقهای مولانا داد الرحمن قصرگردی، حیف عشقهای مولانا عبدالعزیز تو بلوچستان هنوزم بی حجابی باشه. اشکاش سرازیر شد. گفت حالا نشنیده بودم. گفتم بشنو، حیف اون خونی که عمر تو محراب برای تو فدا کرد. نعره تکبیر، آیا حیف نیست حیثیت مسلمونا تو حجاب؟ خواهرم، برادرم، متوجه باش حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم: من اطاع امرأته فی ثلاث اکبه الله فی النار علی وجهه. هر کس تو 3 چیز از زنش اطاعت بکنه، خدای متعال با 1000 رکعت نماز تهجد او را وارونه به جهنم میندازه. جمع کن. مکه رفتی؟ به درون کعبه رفتم، به حرم رهم ندادن که تو در درون چه کردی که درون خانه آیی. اینی حج رفتی دلت خوشه؟ هر چی کار کرده باشی، اگر در این 3 مورد از زنت خدای نکرده از خواهر مسلمان اطاعت بکنی، الله عزوجل مستقیما تو رو وارونه درون جهنم میندازه. 1 فی لبس ثیاب رقیق، در پوشیدن لباس نازک. خیلی متوجه باشید ها، تو جامعه ما زیاده، تو عروسی ها نازکترین لباس میپوشن، حتی چادری که پوشیدن مشخصه، یا اونقدر تنگ و فشرده هست که تمام فرازنشین بدنش پیداست، یا اونقدر نازکه که همه بدنش هویداست. و جالب اینجاست که مرد وجدان و شرفش کجا رفته. اون زنی، اون مردی که ناموس خودش رو مثل عروسک بیاره تو خیابونا بچرخونه، اون چه درد جامعه اسلامی، این لکه ننگه، این مایه آره برای جامعه اسلامی. 1 باید زود بلد بشم. 2 فی الخروج این الاسواق متبرجه، زنی که لباس آرایش بهترین آرایش رو بکنه تو بازارها بره، خودش جلو، کیف و بچه‌ش هم به دست مردش. قانون جدیده نه؟ خانمه جلو رفته، جلو داره میره، آقا با ریشش، بچه به این طرفش، کیف حاج خانم هم روی این دوشش، حمال شده. خب خانم بردار، آرایش هم به هم میخوره، سیستم هم از بین میره، این پودرها از بین میره، این لبای قشنگم چی؟ بیا گمشو پشت سرم. مردانگی نمونده در جامعه اسلامی، باور کنید. بیایم مرد باشیم، شرافت داشته باشیم. از کدم خدای نکرده مقصودم شماها نیستید، گفتم الحمدلله گوشه چادر مادر من و شما رو کسی ندیده، ولیکن من باب سد الذرائع میگم که طوفان بی‌حجابی داره بیداد میکنه، نکنه مثل گلو بیاد اینجا رو هم فرا بگیره. صدها رو ببندید، صدهای بی‌حیا رو ببندید، خدا نکنه این بیماری مصری بشه، سرایت کنه و جامعه من و شما رو هم بگیره. مواظب باشید. حضرت فاطمه چی میفرماید؟ راوی حضرت علیه، میفرماید روزی رفتیم با حضرت فاطمه به دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی وارد منزل شدیم دیدیم رسول خدا
سر به سجده گذاشته و گریه میکند، زجه میزند، ناله میزند. پیامبر گفتیم خدا را چی شده؟ عذابی نازل شده؟ مشکلی برای امت اسلامی آمده؟ لشکر مسلمین به شکست مواجه شدن؟ چه بلایی آمده به سر امت اسلامی؟ گفت یا رسول الله چی شده؟ گفت که بیا تعدادی از معذبین و معذبات امتمو دیدم. ذره اگه وجدان داشته باشیم باید بمیری. رسول الله برای معذبین امتش گریه میکرد. گفت چیه؟ کیو دیدی؟ گفت دیدم تو جهنم تعدادی از زنانی رو که به موهاشون آویزانن و سرشان مثل دیگ آب جوش میخوره. گفتم جبرائیل اینها زنان کدوم امتن، کدوم پیامبرن که اینجوری بیچارن؟ جبرائیل گفت یا رسول الله اینها زنان امت محمد رسول الله، زنان امت من محمدی که خونشو داد، عمر ها رو هدیه کرد، ابو بکر ها رو هدیه کرد، عثمان ها رو هدیه کرد تا ایران اسلامی بشه. این زنان این امتم به این برا گرفتارن. گفتم بله یا رسول الله. علتش، دلیلش کدوم قسمت از زنان؟ اینها همون زنانی هستن که موهاشونو محافظت نمی کردن. خواهرم اگر 1/4 موهات تو نماز پیدا بشه نمازت فاسده. وای به حالی که نصف موهات پیدا بشه، آیا کل جامعه اسلامی فاسد نمیشه؟ نمازی که با مو دیدن مو فاسد بشه، اون جوان با دیدن مو فاسد نمیشه؟ ایما امرأة خرجت من بیتها معطرة فهي زانیه، او کما قال هر زنی که با عطرات کنن با 7 قلم آرایش از خونه بیاد بیرون تا زمانی که به خانه برمیگردد، این زن اگرچه اسمش فاطمه است زنا میکند. چی مونده برای ما؟ پیامبر برای این زنا گریه میکرد. رفتم جلوتر دیدم تعدادی و پستونهاشون آویزانه. اینها کیا؟ اینها که جبرئیل از امت من نیستن. چرا؟ مال امت تو هم. اینها زناکاران و الباطا و بیچشمان امت تو هم. اون جوانایی که حجاب اسلامی رو رعایت نمی کردن. کجا رسیدیم ما؟ به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد زبانم لال اگر دروغ بگم. دیروز نه پریروز توی دفتر محل کارم نشسته بودیم، یکی از دوستانی که همراهم هست ایشون هم اینجا بود. یک جوونی آمد پیشم از شهرستان بود. یک جوونی آمد پیشم گفت کارت دارم بیا بیرون. گفتم بگی بیا تو دفتر ببینم چه کار داره. مال گذشته نیست، مال پریروز، 2 روز پیش. دیروز نه پریروز. گفتم چه کار داری؟ بیا تو. آمد کنارم نشست. گفت میخوام برام طلاقنامه بنویسی. گفتم چرا؟ به شوخی براش گفتم من برای وصل کردن آمدم نه برای فصل کردن آمدم. گفتم من معمولا تو عروسی ها میرم جوونا رو همدیگر وصل کنم، تو فصل میخواد، تو طلاقنامه میخوای، من طلاقنامه نمی‌نویسم. گفت نه برام مشکلی پیش آمده باید طلاقنامه رو بنویسی. گفتم من نمی‌نویسم. گفت کاری نکن واقعیت رو بگم. گفتم واقعیت هم بگی من سعی میکنم تو رو توجیه کنم. میدونی چه گفت؟ باور بکنی زبانم نمیتونه بگه ولی مجبورم بگم. گفت فلانی زن من قبل از این که زنم بشه یا در دورانی که زنم بودی کار ندون اینجا رو متوجه نشدم. گفت با برادرش تو یک خونه بودن، با همدیگر زنا کردن، بچه به دنیا آمده، بچه رو خفه کردن. هم زنا هم قتل. با کی؟ برادر خواهر. خدا ترسیدم که اون عذاب دارم. ولی یاد آمد از حدیث رسول الله که فرمود یا الله امتمو تو این دنیا عذاب نکن.
تو این دنیا آبروشونه نبر. به کجا رسیدیم ما؟ پیامبر برای این امت گریه میکرد، برای عذاب نداده این امت داشت گریه میکرد. به کجا رسیدیم؟ چه شدیم؟ نام خود کردیم مسلمان. کو مسلمانی کجاست؟ ای مسلمانان نگویید بنده خواستیم ما. بی حجابی و بی عفتی عام گشته در میان عام و خاص. من نمیدانم خدایا این چه اشخاصیم ما، اسم ما را مسلمان کردیم. پری روز الله اکبر رفتن جلو، گفتن دیدم تعدادی از زنان امتم تبدیل به خوک شدن، خنزیر، نجس العین. گفتم اینها کیان؟ گفتم اینها رقاصه های امت رسول الله، اونهایی که میرقصیدن، اونهایی که به مسائل دینی استهزا میکردن، اونهایی که همیشه به جنابت راه میرفتن. مگه نیست امروز؟ امروز اینطوری نیست؟ قرآن رو میگذارن وسط، تو مناطق اینطوری، تو شهرهای کلان قرآن رو میگذارن وسط، یک جلد کلام الله مجید به عنوان مهریه، بعد زنا دور قرآن میرقصن، قرآن زیر دست پا داره له میشه. و از طرفی آقا داماد و عروس خانم 2 ماه کامل غسل نمیزنن. چرا؟ تا اینکه اون آرایش کثافتش به هم نخوره، خوشگلیش هم به نریزه. 1 ماه به ماه عسل میرن در حالت جنابت. حضرت عبدالله بن مسعود چی میفرمایید؟ اولین عامل فساد، بی حیایی، بی عفتی در جامعه بی حجابی است. خروج النساء الى الاسواق متبرجه، بیرون آمدن زنان با حالت زینت و زیب به طرف بازار. جوانها یه حدیث دیگه بخونم. پیامبر چه فرمود؟ یک زن اگر کنترل نشه 4 مرد رو با خودش به جهنم میبره. یه زن 4 مرد، 1 برادر، 2 پدر، 3 شوهر، 4 فرزند. حداقل یک از اینا رو داریم. اونهایی که داماد شدن زن، اونهایی که فرزندن مادر، برادر، خواهر. گوش بده، خدا نکنه با این همه تضرع و دعا من و شما وارد جهنم بشیم. صلوات و یارای نعت بفرمایید. دومین عامل دوستانی که از رامیان بشینن، جزاکم الله، بشینن که حواس کاملا حواس ما هم پرت نشه، انتظامات هم بشینن، همه بشینن ماشاءالله. دومین عامل حواس این طرف، مخالفت عبدالله بن مسعود. شخصیت کوچیکی نیست، خیرشاهی نیست، عبدالله بن مسعود عوامل فساد در جامعه اسلامی رو داره بیان میکنه. مخالفت الرجال مع النساء في مكان واحد بغیر حجاب، مخلوط بودن زن و مرد در یک مکان بدون حجاب و پرده. ماشاءالله امروز که این دیگه غیر قابل کنترله. امروز تو دانشگاه ها کنار همدیگر نشستن، خیالشون هم نیست، پروایی هم ندارن. بیشترین مفاسد متاسفانه بر نخوره به برادر و خواهرای دانشجو تو دانشگاه هاست، چون که حجاب و پرده نیست. تازه به ما ملا ایراد میگیره که شما پشت پرده درس میدید. بله، قرآن میفرماید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من نمیگم، من یه جا دیگه اینو گفتم. 2-3 ماه پیش به خانم این زنگ زد، دانشجو، میدونی چون که نواران پخشه مشکلاتم زیاده، زنگ میزنم. گفتم بیا، چی مشکله؟ گریه کرد. گفتم بیا از نزدیک مشکلتو بگو. معذرت میخوام، خودش گفت میخوام از نزدیک ببینمت. میخوام از نزدیک بگم، تلفنی نمیشه. گفتم مشکلی نیست. بعد گذاشتیم آمد، دیدم یه خواهری با حجابی 10%. گفتم خواهرم این چه وضعیه؟ گفت اول حرفم گوش بده، بعد رو حجابم ایراد بگیر. دیدم زیاد گریه میکنه، از تنهایی و بیکسی شداد میکنه. مال الان اینا قصه نیست. شروع کرد، گفتم چه خبره؟ گفت من دانشجوام، تو دانشگاه فلانم دارم درس میخونم.
چون که با مسائل دینی آشنایی نداشتن، تو خانواده اسلامی هم بزرگ نشده بودن، فکر میکردم که یه جوری تو دنیا مشهور بشم. مثل بعضی از جوانای ما نمیخوان که تو دنیا مشهور بشن، یکی ریششو اینطوری میزنه، یکی اینجا یک مقدار نگه میداره، اینجا یک مقدار نگه میداره، بقیه رو میتراشه، یکی فقط اینجاشو نگه میداره میگه من پروفسور شدم. عجیبه. یکی رو با دیروز دیدیم عجیب و غریب بود، موهاشو اینجوری راسته زده بود مثل شاخ گاو برن اصلا. بیه که پرده میچه گفت این جدیدترین مدرنترین مدل اینه. گفتم ماشالله گاو هم مدل شده. شنیده بودیم تو هندوستان مردم وقتی که هر کشور داره هسته‌ای، وقتی یک گاو وسط خیابون بخوابه همه باید پشت سرش وایستن خدا خدا بکنن، ذکر بکنن تا بعد از ظهر گاو بلند بشه. ولی تو ایران ما مثل یه پیدا شده مدل جدید. جوونا اینطوری هم دیگه، یکی موهاشو کب میزنه از اینجا نصفشو از تیغ میزنه نصفشو بالا نگه میداره که بگن آقا ریلکس شده، به اصطلاح های کلاس شده، مثل فردین شده، مثل بازیگر هندی شده. ولی بیا عزت اینجاست، این آقاست، آقای خالق. ببین عزت اینجا، این همه علما رو جمع کرده، این همه جوان. آقای علما اگر عروسی غیر اسلامی بود این همه جوان جمع میشد؟ جوونا جمع میشدید؟ واقعا این کلام خدا و برکت دین شما رو اونجا جمع کرده. این خواهرم گفت منم میخواستم تو جامعه مطرح بشم، دیدم که وقتی خوب آرایش میکنم همه طرفم نگاه میکنه، فکر کردم که آرایش خوب بهترین چیزه. روزی با یک مدل آرایش میآمدم تو دانشگاه، قلبم تبدیل شده بود به هتل 7 ستاره. روزی 15 تا جوان میآمد، 70 تا جوان در میشد. هر کس میاد با من یک حالی میکرد، به اصطلاح مطلقی میگفت، ولی نزدیک نه. فقط عشق میکردن جوانها، به اصطلاح که میگن حال کنیم، حال میکردن. ولی حال را بگذار و مرد حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو. حال اینجاست. امشب بیاد حال کنی که خدا میخواد با شما حال کنه. تکبیر الله. واقعیت نیست؟ خدا خودش میگه، علما حوصله کنن نگه این چه حرفیه. خدا میگه تو قرآن ما یسألونک زیاد داریم، نیست؟ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن المواقیت، یسألونک عن الحج، یسألونک عن المحیط. همه جا پشت سرش خدا میگه قل. یسألونک عن الانفال قل الانفال. محمد تو جوابشونو بده. یسألونک عن الاهله، در مورد ماها سوال میکنه، قل بگو هی مواقیت. یسألونک عن الانفال قل تو بگو. همه جا یسألونک هست پشت سرش قل میاد، یعنی تو بگو. ولی در مورد حال کردن وقتی جوان میخواد با خدا حال بکنه، خدا قل نمیگه اینجا، میگه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. وقتی بنده من محمد، بنده من میخواد با من حال کنه، قل تو نمیخواد بگی. چرا اینجا قل نیامده؟ چون که میخواد بگه محمد وقتی بنده میخواد با من حرف بزنه نیازی نیست که توی محمدم بین من و بندم واسطه بشی. این آیات قرآن پیغمبریه، نمیخواد تو هم واسطه باشی. و اذا سألک عبادی عنی، وقتی سوال میکنن فانی قریب، من نزدیکم، من خودم به اون حال میکنم. خیلی مهم میده. گفت همه جوونا میامدن با من. این دختره گفت تا روز یه جوونی آمد از راه دوستی با هم نزدیک شد، خیلی محبتش تو قلبم نشست. عشق یک چیزی هست که جوونها چی میگن؟ میگن محبت که گناه نیست، محبت که گناه نیست. آقا این محبت با خداست. و بعضی جوونا می نویسن که بر دریچه قلبم نوشتم ورود ممنوع، عشق آمد و گفت بی سوادم من. تابلوی ورود ممنوع رو من نمیفهمم، کار نداریم. عشق درهای قلبم رو بستم، فقط برای همین یکی در باز گذاشتم. این جوان خوب به هم نزدیک شد تا اینکه من احساس کردم، گفتم بلکه پیشنهاد ازدواج بده. دیدم پیشنهاد ازدواج نداد. خود این دختره گفت من بهش پیشنهاد ازدواج دادم. گفتم با هم ازدواج میکنیم؟ یه بار این پسره گفت حرفی که ما تو قلبم بود بیان کرد. بله چطور ازدواج؟ از خودم میخوام. گفتم بعد کی؟ گفت یه ما بعد. هر روز شما رو میکردیم. بعد از این قول ازدواج ارتباطمون نزدیک و نزدیکتر شد
تا این که این پسر توانست با ارزشترین سرمایه دولت وجودم رو بگیره، یعنی با من زنا بکنه. بعد از اون دیگه اصرارم بیشتر شد، من گفتم محرمیم دیگه، قرار با هم ازدواج بکنیم. امروز و فردا بهانه می آورد تا اینکه یه روز ازش خواستم بابا آبروم رفت، حیثیتم به تاراج گذاشته شد. یهو برداشت گفت آی دخترک، اگه قرار باشه من ازدواج بکنم با دختر کثیف و پلیدی مثل تو ازدواج نمی کنم. میگی دنیا رو سرم خراب شد که الان دیگه کجا برم. آمد پیشم گریه میکرد، راهی رو نشون بده. گفتم خواهرم تو کجا آمدی؟ تو اینجا آمدی؟ گفت نه. من روش ناراحت شدم، گفت نه من پیش تو نآمدم. من وقتی دیدم که اون پسر با من این کار رو کرد، پدر و مادرم رفتم پیششون، پدر و مادرم منو از خانه انداختم بیرون. رفتم تو پارک ها بخوابم، دیدم پلیس 110 رو امان نمیده، دیدم درها همه بسته شده. گفتم فقط یک در هست، برم در خدا رو بزنم، بلکه خدا درشو نبنده. این کلام او منو تکون داد. گفتم باشه خواهرم. یکی از برادران تبلیغی آمد پیشنهاد ازدواج داد، میخوام ازدواج بکنم، همین دختر رو بهش معرفی کردم با همین شرایط. گفت میخوامش، بهترین زندگی دارن، الان جماعت وقت دارن محصولات جفتشون تشکیله. خواهرم، برادرم، دخترم گول نخور، با هر یک دوست دارم هست و نیست تو پاش نریز، گرده ها زیادن. مخالطت الرجال مع النساء بلا حجاب، دومین عامل فساد اختلاط زن و مرده. پروایی نداره آقا چه میگه، میگه آقا دلت پاک باشه. از کنیم بگین آقا از کجا داره میاره، و یا اینکه وقتتون رو علکی دارم هدر میکنم. ولی که به خدا قسم دیدم دختر عمویی تو مشهد بهم زنگ زد، گفت فلانی من عاشق پسر عمومم، بابام راضی نمیشه. گفتم چرا؟ گفت دلیلشو نمیدونم. گفتم شماره تلفن باباتو بده. باباش حاجی صاحب. زدم حاجی چرا راضی نمیشی؟ گفت راضی نمیشم. گفتم من شنیده بودم مرغ یک لنگ داره، ولی نفهمیدم آدمم یک لنگ داره. گفت حرفم همینه. گفتم روز جمعه بیا اینجا. آمد روز جمعه، اول که تفریح میرفت آقای مثل بازپرسایی رو تحت تحقیق قرار دادن. میدونی چه گفت؟ جوانان خوب گوش بدن. گفت جناب مولوی، حاجی صاحب گفت جناب مولوی، من در ابتدای زندگیم با زن برادرم رابطه نامشروع داشتم، نمیدانم این پسر مال منه یا پسر برادرم. به خدا قسم نمیدونم مال کدوم مال. تو بگو عقد نکاح برادر خواهر درسته؟ مواظب باشید، پیامبر میگه که ایاکم الدخول علی النساء، از داخل شدن در محضر زنان بپرهیزید. یکی گفت یا رسول الله اگر قوم خویش شوهر باشه چی؟ گفت الحمد الموت، قوم خویشای شوهر بدترن. برادران محرمن، اصلا برادر شوهر محرمه، با هم مسافرت میکنن، جز محارم قرار گرفته. من نمیخوام خدای نکرده بذر بی اعتمادی رو بپاشم، ولی که میدونم تو جامعه داره چی میگذره. این دومین عامل. سومین عامل عبدالله مسعود چی میگه؟ شرب الخمور، نوشیدن شراب. وقتم گذشت. اینقدر با شما در نظر دارم، دوستتون دارم به خدا، اینقدر دوستتون دارم، میخوام همه رو با آغوش بگیرم، ولی با صحبتم بذار گلو بره. این حنجره عادت کرده، عادتش اینه هر شب یه جا عروسی باید صحبت بکنه، ولی که شما دیگه گیر نمیایید، از دست رفتید. شرب الخمور، نوشیدن شراب، اعتیاد، گرد، هیروئین، مورفین، کوکائین، کریستال، این پدیده ضد بشری و ارمغان استعمار جهانی. شراب که امروز تو خانواده ها مثل آب داره توزیع میشه، تو شرای کلام، تو عروسی ها داره مثل نوشابه پخش میشه. ام الخبائث، مادر تمام پلیدی ها شرابه. ولی که امروز جوان ما پروای با افتخار می نوشه، اما خبر نداره. میگه یک زمانی ابلیس شبی رفت به بالین جوانی. ابلیس میگه یک روزی رفت تو بالین یک جوانی. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را، خودش شیک کرده بود. گفتا که منم مرگ، گر خواهی زینهار باید که خرید تو یکی زین سه خطر را.
کن منم مرگم اسرائیلم، اگر میخوای نجات پیدا بکنی یکی از این سه خطر را باید قبول بکنی. جوونا خوب گوش بده. چیه سه خطر؟ یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را. یا باباتو بکش یا خواهرتو بکش، مادر که نداری. یا آن که دو جامی زمه ناب، یا آن که بنوشی دو سه جامی زمه ناب، یا این که دو سه لیوان شراب بنوشی تا صرف نظر بکنن از تو خطر را. یا باباتو بکش یا خواهرتو بکش یا دو سه لیوان شراب بخور. جوون چه گفت؟ گفتا پدر و خواهر من سخت عزیزن، هرگز نکنم ترک ادب آن دو نفر را. گفت پدر و خواهرم که نمیکشم ولی شراب میخورم. جامی دو سه نوشید و چو شد خیره ز مستی، شراب. و بدبختی ها احتیاط از این راه هاست. امروز معتادی تو دنیا بیداد کرده، نوامیس مسلمونا را به تاراج گذاشته. باور بکنید امروز دنیای غرب با تمام تجهیزات جنگی به جنگ ما مسلمونا آمدن که اعتیاد رو در میان جامعه گسترش بدن. و ما قصه ها زیاد داریم که از دام اعتیاد چه بدبختی های اومده تو جامعه ما. کار نداریم. اعتیاد و مواد مخدر، این سه. چهار، فرمودن عبدالله بن مسعود، موسیقی های مبتذل. موسیقی های مبتذل. های جوون فکر نکن که اگر امشب اینجا عروسی غیر اسلامی بود فساد نبود. به خدا فساد بود. موسیقی فساد میاره، موسیقی زن رقاصه میاره. آقایی که همراهم هست میدونه همین امشب مراسم عروسی یک جوون بود که دقیقا همین امشب تو مشهد مراسم تعزیت رو گرفتن. به خدا دو سه شب عروسی غیر اسلامی بوده، این آقا میره اونجا به اصطلاح به عنوان مهمان، دعوا میفته، این میره به عنوان صلاحکاری، به عنوان که صلاح بکنه، کارتا و عروسیشو پخش بکنه، یک چاقو میخوره به قلبش، در جا میمیرن. پدرش آمده بود میگفت فلانی کارتای عروسی رو به جای که اون کارت تعزیه مگه پخش بکنن. موسیقی ها مواظب باشید. جوون دا این نواهای مبتذل تو خانه آمده، همیرا و شکیلا و حایده و کیک و کیک. جالب اینجاست بعض از جوونا میگن که همیرا وقتی میخونه جناب مولوی ما خیلی گریه میکنیم. گفتم ماشاءالله خوبه که تهجد نمیخونی وقتی همیرا میخونه. چه توجیه اشتباهی. هر جا گریه بکنی عبادته؟ نه، همه جا عبادت نیست. شعرهای حافظ میخونه میگه. گفتم برادرم اون ایمانی که با موسیقی بلند بشه اون ایمان به درد نمیخوره. ایمان تو زمان خوبه که با قرآن هیجانی بشه، با کلام خدا، با این مراسم ایمان نهادینه بشه. با موسیقی چی ایمانی؟ چه وجدانی؟ این ساز ابلیسه. مواظب باشی که در همین حال نمیری. یاد آمد یک قصه بگم تموم شد. یکی دیگه مونده فقط. مولانا یاد نکنیم، استاد بزرگوار همه من و شما حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه. بگین رحمت الله علیه. سر کلاس بیان میکردن به همین انزایی که جناب مولانا عبدالوهاب هست. میگه داشتم میرفتم مسجد نماز جمعه، یهو متوجه شدم تلاوت قرآن. دور برم نگاه کردم این صوت خوش الان مثل این قاری صد که خوندن از کجا داره میاد. هرچی دور برم نگاه کردم دیدم صدا مولانا محمد عمر میگفت، قصه نیست. دیدم متوجه شدم که از زیر پام صدای قرآن داره میاد. نگاه کردم دیدم یک کبره سوره اسرائیل رو میخونه. مولانا گریه کردم. سبحان الذی اسری بعبده، با یک صدای شیوا بعد از مرگش تو قبرش. نشستم کنارش گوش دادم تا اینکه گفت و کبره تکبیرا. آخر تکبیر الله عظمت قرآن تکبیر. متوجه شدم که سوره بنی اسرائیل تا این گفت و کبره تکبیرا آخر سوره بنی اسرائیل. از زبان من الله اکبر بیرون آمد. الله اکبر که من گفتم این قاری صاحب بس کرد دیگه ادامه نداد. رفتم تحقیق کردم ببینم این کیه. این کلمانو کیه که بعد از مرگش قرآن میخونه.
بعد از تحقیقات یک جوان دانشجو حافظ کل قرآن بعد از مرگش داره قرآن میخونه. های جوان، من آمدم این رو بهت بگم کاری نکن بعد از مرگت با حمیرا رو حاید مشهور بشی. کاری نکن مولانا محمد عمر با قرآن بیاد، من و تو با فیلم های مبتذل و 6 سال را. قاضی داد الرحمن یقه من و تو رو میگیره، به خدا میگیره. اگر تو بلوچستان عروسی غیر اسلامی برگزار بشه خون همه علما رو پایمال میکنی. خود دانی. من اومدم اینو به تو بگم، انتخاب با خودته. موسیقی های مبتذل یکی از عوامل رواج فساد در دنیاست. موسیقی مبتذل اومد، شراب میاد، تریاک میاد، هیروئین میاد، زنای بی حجاب میاد، رقص رقاصه میاد و بستر معصیت و گناه فراهمه. ولی اینجا نیست. تو این مراسم یک گناه دیدید؟ این 5 و 6می 4 5می اغلاء المهور، فرمودن گران کردن مهرها. های حاجی صاحب نشسته جلو به صف بلند، دختر تو وقتی میخواد عروسی بدی نمیده چندین هزار سکه بها را دادی، مگه چه خبره؟ آیا نشنیده پیغمبر خدا میفرماید که در اون عقدی که مهریش بالا باشه خیر و برکتی نیست؟ یکی از عوامل فساد اینه. جوون وقتی میبینه که این همه سکه، این بیچاره از کجا سکه بیاره؟ خودش مگه سکه بشه تا سکه درست بکنه؟ و بعد داد میزنیم چرا جوانها ازدواج نمیکنن؟ من تو مقصریم. بیایم بستر و زمینه ازدواج رو برای بچه‌ها مساعد کنیم. از اون طرف دخترها میمونن تو خونه ها بزرگ میشن، بعدا کسی به سراغشون نمیاد، زنگ میزنن جناب مولوی صاحب یک تایید پا من بینیست که بختا بستند، برام یه تعویض بینیست بختمو بستن. بابا بخت تو بابات بسته، دنبال مله ها را نرو. های حاجی صاحبا خیلی زنگ زدن به ما، دنبال تعویض بخت بازکنی میگردن. پیامبر میفرماید اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا او تكن فتنه فی الارض و فساد کبیر. وقتی کسی میاد که دین داشته باشه و اخلاق داشته باشه دخترتو بده، اگر ندی منتظر فساد و فتنه بزرگ در عالم اسلامی باشه. و امروز حاجی صاحب مولوی صاحب تا زمانی که یکی به سراغ دخترش بیاد شغلت چیه؟ شغلم تعمیرات ماشینه. برو بابا سر و کلت سیاه شب پیش دخترم میاد تو رو میخوام چیکار؟ شغل تو چیه؟ معلمم. برو بابا معلمی که درآمدی نداره، ویل معطلی. و خدا نکنه که یک مولوی با ریش بیاد، اوه یک ریش داره، اینطوریه. ولی یکی بیاد که شلوار تنگ داشته باشه، موهاشم کب بزنه، دو کلمه هوایی روی تانکیو صحبت کنه، اوه این چند تا کمپانی تو لس آنجلس داره، تو هنگ کنگ داره، دخترم بهش بدی. باور بکنید زمینه کلاهبرداری زیاد شده. آقا آمده شلوار تنگ قرض گرفته از همسایش رفته خواستگاری، به خدا ماشین قرض کرده رفته خواستگاری، موبایل قرض کرده. الحمدلله حالا کلاس موبایل ها رفت خوب شد، حالا بچه های کوچیک هم موبایل دارن. برای اینکه میفهمن طرف دختر به این چیزا نگاه میکنه، به ریش پروفسوری و به موی کب زده و به این کرم رو صورت و به چند تا کلاس انگلیسی. اغلاء المهور زمینه فساد. و چه بسا دخترای مؤمن و مسلمانی تهجد گذاری وقتی به غیر اسلام و غیر مسلمان داده میشه، این دختر محجبه چنان بی حجاب میشه که دخترای لس آنجلس باید بهش بگن ای والله، جلوش پا بزنن. بیاییم مهریه ها رو بیاریم پایین. من قول میگیرم از شما 3 تا قول. 3 جوونه. 1 اول از پدرها معتمدین و علما، اونهایی که روبروی خدا نشستن و قول میدن از این بعد نقش ایفا بکنن برای تسهیل ازدواج، دستا رو ببرن بالا میان چند نفر انشالله. اولی خودم انشالله قول میدم. پیرمردا دستا رو بالاتر ببرید، این صفحه نترسید. جزاکم الله. بالا فرشته ها نوشت. 2 جوونا یا قول بدید و اون اینی که نماز فرض رو به هیچ عنوان قضا نکنید.
قول دادید بالا 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 بالا. جزاکم الله خیر. و سه، ریشه ساز و ارکس و مراسم غیر اسلامی اینجا بخشکه. دستا بره بالا. نعره تکبیر، نعره تکبیر، اسلام، قرآن، شان ابوبکر صدیق، صداقت ابوبکر صدیق، عدالت عمر فاروق، دعوت عثمان ذی النورین، دعوت علی مرتضی، ریاست امیر معاویه. تکبیر. جزاکم الله خیر. من خیلی خوشحال شدم، البته دنباله بحثم موند، ولیکن امیدوارم انشاءالله خدای متعال توفیق بده تا بتونیم با چنین مراسم روح رسول الله رو شاد بکنیم. جوانای محترم، این همه عوامل فساد رو شنیدیم: بی‌حجابی، اختلاط زن و مرد، شراب، موسیقی، گران کردن مهرها و شیشم حب دنیا، محبت بیش از حد به دنیا زمینه فساد رو، دزدی رو، غارتگری رو، چپاولگری رو. تو روزنامه خراسان همینو بگم خوندم همین چند وقت پیش، یک پسر 5 ساله‌ای رو دزدیده بودن، 6 ماه کامل به خانواده‌اش زنگ زدن که پول بفرست، نفرستاده بودن. امروز فردا میکردن جفت گوشای بچه رو بریده بودن تو پاکت برای پدر مادرش هدیه فرستاده بودن. تو جامعه اسلامی محبت بیش از حد به دنیا داشته باشید، ولیکن دل به رنگ و بوی و کاخ و کو مده، دل حریم اوست جز با او مده. مواظب باشید که دل را فقط به خدای متعال بدید و از خدای متعال بخواهید. پروردگارا بر این جلسه و بر عظمت این جلسه و بر جوانی این جوانان برکت عنایت بفرما. پروردگارا ریشه مفاسد اجتماعی را بخشکان، خواهرای ما را محجبه بفرما. پروردگار علمای ربانی را برای ما حفظ بفرما. من در پایان هم احساسات خودم را ابراز میکنم با این جمله که بسیار خوشحال شدم، بسیار دوستتون دارم، واقعا دل ما برای شما تنگ میشه، همیشه هم تنگ میشه، ولیکن همونطور که قول دادید انشالله 5 نفر 10 نفر عروسی اسلامی که من همین ماه آینده انشالله تو خراسان یک جا 12 تا عروسی اسلامی با همه علما ایستاده بودن دم در مسجد، یکی بهم زنگ زد که 6 تا مراسم اسلامی هفته آینده جمع شده بیا سخنرانی بکن. من گفتم 6 تا کمه، آمار گذاشتیم که از 6 تا کمتر قبول نمی‌کنیم، ولی شما خیلی عزیز بودید، خیلی دوستتون داشتیم، آمدیم و از طرف آقای رئیسی واقعا ما رو شرمنده کرد. خدای متعال برای ایشون هم طول عمر با عزت مسئلت میکنم. من نمیشناسمشون، یه بار آمده حضوری دیدنم و بعد دیگه تلفنی فقط با هم دیگر، ولیکن میدونم که انسان بزرگواری است که من و شما رو به هم رسان. از محضر همه علما پوزش می‌طلبم، معذرت میخوام واقعا در حضور این بزرگواران گستاخی شد و همچنین از همه شما سروران عزیز موفق و مؤید، پیروز و سربلند باشید، به امید این که همدیگر رو 2 مرتبه ببینیم ان شاء الله مشهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی.